9 август سال 2023 تخمینا ساعت 23 دقیقه راننده автомاشین تمغه گاز 53 رجبوف نظرعلی رضایویچ سال تولدش 1978 ساکن نویه 5 هنگام در نزد منزل استقامتیش به حرکت در آوردن автомاشین بورکشیش پسر برادرش رجبوف عبدالرحمن اسمت اللهویچ سال تولدش 2007 ساکن همان جا را پخش نموده است. در نتیجه نابالغ رجبوف جراحت‌های وزن جسمانی برداشته هنگام به بیمارخانه دسترس نمودند در راه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 26 ساله ساکن شهر دوشنبه با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. نامبرده 25 ایول سال 2023 در کوچه زرافشان به طریق پنهانی به автомاشین تمغه اوپل که به جوان 22 ساله ساکن نویه رودکی تعلق دارد در آمده. از آنجا یک عدد تلفن موبیل تمغه سامسونگ و یک عدد کارت بانکی را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرر رسانده شده 3200 سامانی را تشکیل می‌دهد. این چنین گمان برشونده 20 ایول سال 2023 در کوچه حمدانی پایتخت با طریق پنهانی از جای به جوان 25 ساله ساکن نویه تاجیک‌آباد یک عدد تلفن موبیل تمغه آیفون و 1000 روبل روسی را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرر رسانده شده 8120 سامانی را تشکیل می‌دهد. اوید به این حادثه ها تفتیشات ادامه دارد.